بررسی اهمیت مکانیزم اجماع. بلاکچین به عنوان یک پایگاه داده توزیع شده به کاربران اجازه میده تا در قالب یک ارز دیجیتال مشخص، مثلا بیت کوین، تبادل داشته باشن یا ذخیره ارزش انجام بدن. برای هماهنگ نگه داشتن چنین سیستم غیر متمرکزی، کامپیوترهای تشکیل دهنده شبکه یا همون گره‌ها باید در مورد وضعیت صحیح سیستم به توافق نظر برسن. اگر هر گره شبکه غیر متمرکز بلاکچین رو به شکل متفاوتی ببینه و ساز خودش رو بزنه، فاجعه پیش میاد. مکانیزم اجماع علاوه بر ایمن و یکپارچه نگه داشتن پایگاه دادگی شبکه غیر متمرکز، از خرابکاری و تقلبم جلوگیری میکنه. یکی از متداولترین انواع تقلب تو شبکه‌های پولی مبتنی بر بلاکچین، دابل اسپندینگ یا دو مرتبه خرج کردنه که انجامش در شبکه‌های بزرگی مثل بیت کوین عملاً غیر ممکنه. دابل اسپندینگ به زبون ساده یعنی خرج کردن مقدار مشخصی ارز بیشتر از یک مرتبه. فرض کنین احمد قصد خرابکاری داره و میخواد با سوء استفاده از شکل دیجیتال بیت کوین 2 بیت کوین رو همزمان برای 2 نفر بفرسته. در شبکه‌های غیر متمرکز یه چالش بزرگ اینه که همه همیشه وضعیت درست آدرس‌ها و موجودیشون رو بدونن و در این رابطه با همدیگه توافق داشته باشن. مثلا یه گره موجودی احمد 2 بیت کوین و دیگری 4 بیت کوین ندونه. وقتی تمام گره‌ها درباره وضعیت صحیح کنونی بلاکچین به توافق برسن، متوجه میشن که احمد دیگه مالک بیت کوینایی که میخواد دوباره ارسال کنه نیست. اجرای صحیح حمله دابل اسپندینگ نیازمند اینه که یه بازیگر گره ها رو مجبور کنه تا تاریخچه اشتباهی از تراکنش ها رو قبول کنن و دربارش به توافق برسن. در بلاکچین ها به خاطر نوع کار این مدل پایگاه داده که تو جلسه قبل صحبت کردیم، این کار خیلی پرهزینه است. در بلاکچین های بزرگی مثل بیت کوین چنین کاری عملاً غیر ممکنه. برای درک بهتر مکانیزم اجماع اینو در نظر بگیرین که اگه یه تیم اجماع نداشته باشن به مشکل برمیخورن. تو شبکه‌های غیر متمرکز مدیر واحدی وجود نداره و هر گره به نوعی یه مدیر به حساب میاد. اگه قرار باشه یه مدیر موجودی احمد و یه مقدار و مدیری دیگه موجودیشو مقداری دیگه اعلام کنه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. به لطف مکانیزم اجماع، موجودی یه آدرس فقط در صورت کسب نظر موافق اکثر گره ها اعتبار داره. مکانیزم های اجماع انواع مختلفی دارن که شناخته شده ترینشون اثبات کار یا Proof of Work یا به اختصار POW نام داره. ساتوشی ناکاموتو از این مکانیزم در شبکه بیت کوین استفاده کرد. هنوزم خیلی از بلاکچین‌ها به همین مکانیزم متکی‌اند یا حداقل از اون به صورت ترکیبی با مکانیزم‌های جدیدتر استفاده می‌کنن. در بلاکچین‌های مبتنی بر مدل اثبات کار، توافق گره‌ها به مقدار قابل توجهی قدرت محاسباتی و انرژی نیاز داره. این انرژی در واقع صرف پیشنهاد بلاک‌های جدید به بلاکچین میشه. اینجا باید بدونین که گره‌های بیت کوین انواع مختلفی دارن و کار ساخت بلاک‌های تراکنش‌ها بر عهده نوعی از گره‌ها به اسم ماینر یا استخراج کننده قرار داره. علت این نوع نامگذاری رو تو جلسه بعدی توضیح میدیم. درباره ساخت هش هر بلاک در جلسه قبل صحبت کردیم. به خاطر رقابت شدیدی که الان بین ماینرهای بیت کوین وجود داره، پروتکل شبکه کارو سخت کرده و این هش راحت به دست نمیاد. استخراج کننده ها برای اینکه زودتر از بقیه جواب مناسب رو پیدا کنن و به شبکه پیشنهاد بدن تا بقیه دربارش به توافق نظر برسن، از سخت افزارهای گرون قیمتی استفاده میکنن که مصرف برق بالایی دارن. به همین دلیل فرایند اضافه کردن بلاک‌های جدید به بلاکچین خیلی پرهزینه است. البته اونا در عوض این کار پاداش دریافت میکنن، پاداشی که در جلسه هاوینگ دربارش صحبت کردیم. نکته اینجاست که اگه گرهی بخواد دست از پا خطا کنه، نه تنها پاداشی دریافت نمیکنه بلکه تمام هزینه‌ای که بابت استخراج صرف کرده از بین میره، چون به خاطر ساختار شبکه قبل اینکه بتونه به سود نامشروع برسه لو میره. وقتی یه گره کارشو به درستی انجام بده و هش مناسب و زودتر از بقیه پیدا کنه، جایزه دریافت میکنه. اینم باید اضافه کنیم که قبل از ارائه پاداش به ماینر، بقیه گره ها باید هش رو بررسی کنن و در مورد درستیش به توافق برسن. بعد از اثبات کار، اثبات سهام یا Proof of Stake یا به اختصار POS مهمترین مکانیزم اجماع محسوب میشه. اتریوم در ابتدا از اثبات کار استفاده میکرد، اما نیمه سال 2022 به اثبات سهام مهاجرت کرد. شبکه‌هایی مثل کاردانو، ترون و خیلی دیگه مبتنی بر این مکانیزم کار میکنن.
تو اثبات سهام نیازی به داشتن سخت افزاری گرون قیمت نیست. در عوض راه اندازی یک گره به داشتن مقدار زیادی ارز بومی همون شبکه نیاز داره. یعنی مثلا تو شبکه اتریوم هر گره باید تعداد زیادی ارز اتر رو قفل کنه. اگه گره دست با خطا کنه، استیک یا همون وثیقه‌ای که برای مشارکت در اعتبارسنجی شبکه قفل کرده رو از دست میده. اینجا پروتکل شبکه به طور تصادفی فرصت ساخت بلاک جدید رو به گره ها میده. اثبات اعتبار یا پروف آف اتوریتی یه مکانیزم اجماع دیگه است که از ارزش هویت نودها استفاده میکنه. اینجا اعتبار سنجا سخت افزار یا ارز دیجیتال گرو نمیذارن و وثیقه‌شون همون شهرت و اعتبارشونه. بلاکچین های مبتنی بر این الگوریتم اجماع توسط گره هایی که مستبدانه به عنوان موجودیت قابل اعتماد انتخاب شدن امن نگه داشته میشن. این روش از نحوه اعتبارسنجی کاملا دموکراتیک مورد نظر ساتوشی ناکاموتو خیلی فاصله گرفته. تو این روش با وجود حل چالش کندی بلاکچین، خاصیت تمرکز زدایی به شدت تضعیف شده. به عنوان چند مکانیزم اجماع دیگه باید به این موارد اشاره کنیم. ترکیب اثبات کار و سهام، اثبات سهام نمایندگی شده، اثبات کار با تأخیر، اثبات فعالیت، اثبات ظرفیت یا اثبات فضا، اثبات سهام استیجاری، اثبات تاریخچه، اثبات سوزاندن، اثبات زمان سپری شده و اثبات اهمیت. تو جلسه آینده فرایند استخراج رو بررسی می‌کنیم که زیربنای مکانیزم اجماع اثبات کار تو شبکه‌هایی مثل بیت کوینه.